بعد از پیدا شدن خبر کشته شدن دو کارمند سفارت اشغالگر اسرائیل در واشنگتن که دیروز رخ داد، بسیاری‌ها به چند نقطه مهم دقت کردند. اول اینکه این حادثه پس از آن به وقوع پیوست که کشورهای غربی یک معرکه سخت ضد اشغالگر اسرائیل را آغاز کردند. آنها می‌خواهند رژیم اشغالگر را مجبور کنند که قتل عام و گرسنگی را در منطقه غزه قطع کند. همزمان ارتش اسرائیل به نمایندگان خارجی در ساحل غربی حمله کرده بود. دوم آنکه تمام رسانه‌ها و سایت‌های طرفدار اسرائیل نوشتند که حمله‌ور فلسطینی بود، با اینکه آنها خواستند رمز مبارزه فلسطینی‌ها را رمز زورآوری نشان دهند. یادآور می‌شویم که دیروز دو کارمند سفارت اشغالگر اسرائیل در آثارخانه یهودی در واشنگتن کشته شدند. شخصی با نام الیاس رودریگز 30 ساله از شهر چیکاگو با گمان دست داشتن در این حادثه بازداشت شد. هنگام بازداشت او شعارهای آزادی به فلسطین را میگفت. Free Palestine! Free Palestine! بعدتر وضع روشن‌تر شد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل و وزیر امور یهودی‌های برون مرزی گفتند که برای این حادثه بعضی راهبران کشورهای اروپایی گناهکارند. وزیر کارهای خارجی گیدئون سار گفت که این حمله نتیجه سخن‌های پر از نفرت بر ضد اسرائیل و یهودی‌ها در جهان است. وزیر دیگر اسرائیل عمیخای چیکلی راهبران فرانسه، بریتانیا، کانادا و دیگر کشورها را که با گنوسیدی که در غزه است مخالفند گناهکار دانست. او گفت ما باید راهبرانی را که نفرت را زیاد میکنند به جوابگری کشیم. یعنی هر کسی که مخالف گنوسید هست که رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه انجام داده ایستاده است، با گفته وزیر اسرائیل باید به جوابگری کشیده شود. این گفته ها با پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون، نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر و نخست وزیر کانادا مارک کارنی بودند. یک روز پیش آنها در یک اظهارات مشترک از اشغالگر اسرائیل خواستند که جنگ را در غزه قطع کند و مردم کمک‌های بشردوستانه رساند و راه دیپلماتی برای تأسیس دولت فلسطین را پیدا کند. آنها هشدار دادند که اگر اسرائیل این را اجرا نکند چاره‌های قطعی خواهند اندیشید. این کارها باعث شدند که اشغالگر اسرائیل باز هم بیشتر از جامعه جهانی کنار رود و یک کشور بدنام شده گردد. جالب آن است که حمله به کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن در خود پایتخت امریکا رخ داد، در کشوری که پررا از اسرائیل حمایت میکند، نه در آن کشورهایی که از اسرائیل طلب کردند که جنگ را قطع کند.